سلام دوستان عزیز، مستر کاکتوس هستم، یوتیوبر جدید فری فایر. من واقعا کاری به اکانت و بازی و اینا هیچی ندارم و هیچی. حمایتم کنید، فقط همین. بازیمو نگاه کنید، خدا وکیلی بازیمو نگاه کنید. اگه لایق ساب و لایک بودم لایک کن. خب این از این. ولی اگه بازیم خوب بود و نمیخواستی لایک کنی، اون دیگه بحثش جداست. اون دیگه مال وجدان و شرف انسانه که نتونه بذاره من پیشرفت کنم. خدا وکیلی از سطح بیشتر یوتیوبرایی که الان اومدن بالا سطحم خوبه. اونایی که با رفیق و اینا اومدن اون بحثش جداست که حتی بازی ندارن، فقط اکانت دارن، که الان نصف بیشتر بچه هایی که واقعا اکانت ندارن به خاطر اکانتشون دیده نمیشن. یارو میبینی بهتر از بیشتر یوتیوبراست، ولی به خاطر اینکه اکانتش نوبه تا حالا نتونسته جم بزنه واقعا حمایت نمیشه. واقعا چرا همه چی به پوله؟ یعنی یارو مثلا ساکورا داره ولی بازیش از یه بچه‌م بده، ولی حمایت میشه به خاطر اون اکانته، نه به خاطر بازی. وقتی تو داری اینو حمایت میکنی، وقتی که بره بالا یوتیوب